آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور، بخورید و ببرید و بچاپید و هر کاری دوست دارید بکنید، اما به ما هم بدید. وقتی بلند میشید با افتخار و اقتدار و با اختلاف میرید 16 میلیون میدید رای به آدمی که اینجوری بیاد تو چشتون نگاه کنه بگه فکر کنید ما نیستیم، خودتون زندگیتون رو بچرخونید. آقای رئیس جمهور قرارت این بود تو مناظراتی که میومدی واسه مردم میگفتی آی مردم گوش چنده، آی مردم برنج چنده، آی خونه چند بود چند شده ها، از وقتی که تو اومدی همه چی 1000 برابر شد. اما واقعا به اینجامون رسید آقای رئیس جمهور، دختر داره تو خونه باباش میترشه چون که جهیزیه نداره. ای خدا، پسر نمیتونه ازدواج بکنه چون نمیتونه هزینه زندگی رو متقبل بشه، نمیتونه خونه اجاره بکنه. آقای رئیس جمهور فکر کنیم نیستی، خب نیستی فردا استعفا بده بره میگیم نیستی. نمیشه که اونجا هستی میلیون داری حقوق میگیری، 1000 تا سمت و شغل دادی به فک و فامیلا در فکر کنیم نیستی. نه این حرفا نیست، رأی گرفتی، باید پاسخگوی ملت باشی، باید پاسخگوی دختر پسرای جوون ما باشی، باید پاسخگوی دانشجوهای ما باشی، باید پاسخگوی زنان سرپرست خانوار ما باشی. پاسخ میخوایم از تو. نمیشه که بیای رای بگیری بری رئیس جمهور بشی، اشغال و کیف تو خودت خانوادت بکنی و فردا بگی آی فکر کنید ما نیستیم. میخوایم قیمتا رو واقعی کنیم، یعنی الان این قیمتا واقعی نیست. خدا شاهد ما دیگه نون خالی هم نمیتونیم بخوریم. آقای رئیس جمهور بابا به امام حسین بستونه، هر چی خوردید دیگه بسه، بذارید مردم هم از زیر علکتون یه چیزی بریزه بخورن. آقای مسئولی که میگی مرد آمریکا، مگه آمریکا دشمنت نیست؟ چرا بچه‌تو فرستادی تو دل دشمن؟ ما پدرامون رفتن جبهه، رفتن جنگ، 8 سال جنگیدن، بالا سر ما نبودن، شهید شدن، جانباز شدن، آسیب نخایی شدن، برگشتن الان دارن 30-40 سال تو خونه دارن تاوان میدن به امید اینکه مملکتشون درست بشه. نه یکی لنگه تو و این خانم افریته که میاد میگه آقا برنج نخورید، خورش نخورید، میوه ماهی یه بار بخورید. تو غلط میکنی میای به مردم ایران میگی میوه نخورید. بابا مملکت مال همه است، به پیغمبر مملکت مال 80 میلیون آدمه، نه مال 500,000 نفر آدمی که میخورن و میچاپن و اشغال میکنن. کانادا دشمن تو نیست، چرا بچه‌ها تو کانادا دارن اشغال میکنن؟ آقای مسئول، صدای مردم واقعا دیگه در اومده. بابا به اینجامون رسیده، خدا شاهد. آرزوی یه میوه داریم، آرزو داریم یه لباس درست حسابی بکنیم تنمون، آرزو داریم بچه‌هامون رو بفرستیم کلاسای ورزشی هنری. آقای رئیس جمهور تو رو قرآن مردم رو خرفرز نکن، به پیغمبر همه میدونن چه اتفاقی داره تو سیستم شما میفته. والا میدونن مردم صبورن، مردم نجابت دارن، مردم غیرت دارن، به خاطر خاکشونه که هیچی به شما نمیگن. کوتاه بیاین دیگه، بستونه بابا، بخور رو تموم کنین. بابا هر چی میخورید نوش جونتون، الکتون سوراخ داشته باشه، زیر این الکتون واسه این مردم بدبختم 4 تا چیز بذارید. وضعیت اقتصادی مملکت صفر، وضعیت فرهنگ صفر، وضعیت روابط اجتماعی صفر، طلاق زیاد شده، کثافتکاری زیاد شده، خیانت زیاد شده، بدبختی زیاد شده.